بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز پایه هفتم فصل دوم ریاضی. اعداد صحیح رو میخوام برای شما توضیح بدم. ببینید عزیزای دلم، اعداد صحیح شامل تمام اعداد مثبت و تمام اعداد منفی و صفر می شوند. اگر روی محور اعداد دقت کنید، تمام اعدادی که روی محور اعداد قرار دارند و من اینجا نوشتم شامل اعداد صحیح مثبت، اعداد صحیح منفی و صفر هستند و اینجا صفر نه مثبت هست و نه منفی. مجموعه اعداد صحیح رو هم اینجا نوشتم براتون که از اینجا صفر نه مثبت نه منفی، مثبت ها از یک شروع میشن تا بی نهایت، منفی ها هم از منفی یک شروع میشن تا بی نهایت. علامت مجموعه اعداد صحیح علامت زد انگلیسی هست. هرگاه علامت عددی را تغییر دهیم قرینه آن عدد حاصل می شود. مثلا این به ما میگن قرینه منفی 5 چند میشه، کافیه ما علامتش رو عوض کنیم میشه مثبت 5 و مثبت 5 قرینه منفی 5 است. پس هرگاه به ما گفتن قرینه یک عددی رو به ما بگید کافیه فقط علامت اون عدد رو ما تغییر بدیم و عدد صفر قرینهش میشه خود صفر و همچنین قرینه هر عدد برابر با خود آن عدد است. منفی 2 قرینهش میشه مثبت 2، قرینه مثبت 2 هم میشه منفی 2. امیدوارم استفاده کرده باشید.